میخوام یه هوش مصنوعی کاملا رایگان بهت معرفی کنم که مثل یه معلم زبان خصوصی همه جا همراهته. بریم با هم امتحانش کنیم. Hey there, what's on your mind today? سلام کوپایلت، میخوام امروز 5 تا لغت انگلیسی مناسب سطح مبتدی یاد بگیرم. حتما. دوست داری از کدوم لغت‌ها شروع کنی؟ از لغت‌های ساده. باشه، بریم سراغ لغت اول. بوک یعنی کتاب. جمله‌ای داری براش؟ میتونی باهاش یه جمله بسازی؟ حتما. I read a book every night. یعنی من هر شب یه کتاب میخونم. بریم سراغ لغت بعدی. من این جمله رو تلفظ میکنم، بهم بگو تلفظم درسته یا نه. I read a book every night. خیلی خوب تلفظ کردی. جملت کاملا واضح بود. آماده برای لغت بعدی؟ That's enough, thank you. دیدی این هوش مصنوعی مثل یه معلم زبان خصوصی عمل میکنه. اسم این هوش مصنوعی رو توی کپشن برات نوشتم و برای دریافت لینک دانلودش کافیه عدد 2 رو کامنت کنی. Follow for more.